از زمان آستان تا باستان ایجاد و هنر وسیله تربیه انسانیت بوده است. رسالت آن باشد بر شانه آنهایی است که در عالم زیبایی پرستی، نوگرایی، نگاه تازه و باخیردانه و نظر پردازی های سازنده نفس نفس قلبشان تپیده است. نبض قلب های این زمره انسان ها برای فرهنگ و هنر می تپند و با ایجاد و تازه آفری نفس می گیرند. ایشان مثل ستاره های در فضای هنری برای رشد و نموی فرهنگ ملی روشنگری دارند. در شب و فراز روزگار پرتضاد عقل و اراده انسان آب و تاب می گیرد و در این میان تولید می شود استعداد و هنر نوتکرار. حیات و زندگی قهرمان ما، هنرمند، کارگردان و دراماتورگ موفق تاجیک شرali عبدالقیسov که همگان از هنر والا و نوتکرارش آگاه هستیم، شاید پر از قصه و تضادها باشد که این لحظه در برنامه اختران هنر برایتان قصه خواهم کرد، البته با خود ایشان. با ما باشید. من از زیبایی در هر کجایی که روبرو می‌گردم مفتون میشم. من زد به تجاوز نازکانه قوه بزرگ بوده میشم. من در کسی عهد هستم، اما احساسی که به یک سوی چشمک دارم نباید که من را به سوی چشمک دیگر بی‌عدالت گرداند. دل من نمی‌تواند مطالعه کسانی نباشد که نگاهی ما را لذت می‌بخشد. همین که یک زنی اندک است و یک جمله که دل ما را خورد. من 100,000 دل داشته باشم. هنرپیشه خلقی تاجیکستان، کارگردان، تهیه‌گر، نویسنده و فیلسوف شرali عبدالقیسov 15 اپریل سال 1951 در عائله خدمتچی تولد شده است. سال 1968 بعد ختم مکتب میانه به دانشگاه پداگوژی به نام تارас گیورگیویچ شفچنکا به فاکولته صنعت به شعبه اکتوری تئاتر و کینو داخل شده. سال 1973 آن را با موفقیت ختم می‌کند و با راحتی وزارت فرهنگ به تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار قبول کرده می شود و تا امروز در سر کار ایجادی است. از سال 1973 تا سال 1974 در صف قوه‌های مسلح اتحاد شوروی خدمت کرده است. عائله‌دار، صاحب 3 فرزند و نبیره‌های دوست و یک می باشد. در مدت تقریبا 50 ساله فعالیت کاریش در رپرتوار تئاتر ثمرناک بند بوده، زیاده از 100 نقش‌های جالب و دیدنی آفریده برای رشد صنعت تئاتر جمهوری خدمتی ارزشمند کرده است. در زیاده از 16 آزمون و فستیوال‌های جمهوری و بین المللی اشتراک نموده مکافات و جایزه‌های فراوانی گرفته است. جستجوی‌های شرali عبدالقیسov در اکران سینما و تلویزیون نیز فراوان و تازه به نظر می‌رسند. زحمت‌هایش در استودیوهای تاجیک فیلم، ازبک فیلم، موس فیلم و ایران فیلم در زیاده از 15 فیلم‌های بدیعی برای مخلصان معلوم و مشهورند. از سال 1991 به عنوان افتخار هنرپیشه شویستای تاجیکستان مشرف می‌گردد. سال 2007 باشد با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به عنوان هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان سرفراز می‌گردد. در راه هنر تصادفی افتادید یا اینکه از خردی یعنی از آوان نورسی علاقه آرزو هوس هنرمند شدن را داشتید؟ واقعا در کودکی ذهن آدم چروکتر است. بله. در مثلا اطفال وقتی کودکی نظر آدم تیز است. خب دیگر جستجو گفتگوها به نهایت زیادن و خاصتا در طبیعت خیلی زیبای گوارایی که مثلا حاضر همینجور یک طبیعت زیبا، بله. طبیعت کوهستان اونجا گوییم که حادثه های طبیعی، برف و باران ها، درست است. سبزش گل های رستنی و یعنی طبیعت هم فواره چشمه ها تاثیر میرساند. نزاکت به انسان زود تاثیر میکند و بله. آدم خود از خود البته طبیعتا دوستدار زیبایی می شود. دوستدار زیبایی می شود. صنعت که خودش منشأ زیبایی است. واقعا از این روزانه شاید از کودکی و این مهر بستن البته گواراتر است. خاصتا که
همین خیلی امکانات ها والدین دادند، آموزگارا دادند و دیگر آدم از کودکی مهر بستم واقعا. یعنی در کودکی چی کار کردن رو بیشتر دوست می داشتید؟ یعنی چگونه بازی کردن رو شاید، یا که یگان کاری یگان شغلی دوست داشتید که از آن فخر میکردید یا از آن شاید شلاق هم میخوردید از پدر و مادر؟ بسیار جالب گفتید بانوی عزیز. واقعا در جوانی معرکه های بزرگی خلقی هستند، عیدهای عاموی هستند، نوروزهای و مهرگان و هزار خیلی عیدی بزرگ هستند. اونجا سنت های گوناگون نمایش داده میشن، هنرهای گوناگون. خب بعضا در گوشه از نام صنعتکارها، از نام صنعتکار یعنی همچون صنعتکار سرود میخوانده، یعنی در کروژاک‌ها اشتراک میکنه، سرود میخوندم در معرکه های وای. بعد از سرودخوانی برفتن لباس تغییر داده گوشتین گیری میکردم. بودن لحظه هایی که گوشتین حریف مغلوب میکردم، بودن وای لحظه هایی که من مغلوب میکردن. خیلی حادثه واقعا خیلی جالبند و همه معرکه های با هنر مردم، مناسبت مردم، موقع اصلی زیبایی و هنر و سلیقه و این چیزها به چشم میرسد و انسان دلباخته واقعا کاری معرفت و سنت میشد. یعنی گفتید گاهی مغلوب میشدم، گاهی مبارز میشدم. یعنی زندگی خود همین است، گاهی مغلوب میشوی، گاهی خورد میکنی. بله همینجور است. یعنی این زد و خوردها از خوردی میشود؟ از خوردی میشوند، رقابت ها میشوند، پرابلم ها میشوند، مشکلات ها میشوند، گریه ها پیدا میشوند، کشایش گریه ها، کشایش مثلا یک دنیا معماها. البته این حادثه ها در صنعت هم خیلی وای هستند، جوهرهای اصلی هستند. من که گاه در بین مثلا در معرکه ها گوشتینگیری میکردم، بعد اصلا آمدن زمان میدان با در آمدن بود گوشتینگیری سر شد. گوشتینگیری سر شده، جوانها یا امسالها یا کودکها گفتن که ای پهلوان آمد، پهلوان آمد. خب دیگر منم یک همت وای خطی دلی پر خطی پلتام پیجاک پوشیده، یک آسینه بیرون مانده، گرد میدان شهر زدم و گوشتین با همیش سر کردن زمان این حریف چخیر شد، کدام راه قطعی چیکار کرد، ترپست من پهلوان افتون دیگر مردم ای پهلوان غلطید، پهلوان من کردن. یعنی همین شاید همین غلطاندن یعنی شما، یعنی پهلوان غلطید و روی صنعت رو انتخاب کرد، روی ورزش رو نه، شاید همین سبب شده باشد. واقعا راه گوشتینگیری را من وقتی بس کردم که وقتی تحصیل در دانشکده مشق میکردم. علاقه در دانشکده در دانشکده آموزگاری به نام تراس گریگوری شفچنکو سالهای 68 69 70 مشق میکردم. بار نخست به میدان مشق در آمدن زمان یک حریف وای توانا از پیش آمد. بعد من الکی از جای دانستم خودم که وقتی من حتما حریف میخوابوندم. همون خیلی وای حریف داشتن زمان دیدم که توبه کردم، میگه تنش آهنی نای، دستاش تابونده نمیتونی، جنبونده نمیتونی، این طرف تیله میتونم اون طرف تیله میتونم، از جوش نمیجنبد. یک بار همین خیلی همین توبه کردم، گفتم چیه پای وای انسان همون پهلوان نامی مروت بچه بیک بوده است. من نمیشناختم. اینا هر زمان مشق میکردند و در مسابقه های بزرگ علاقه نامدار بودند. بعد من گفتم اگر این خیلی مشق کردن در کار باشد البته فرصت نمیرسد که هم کار صنعت بکنیم. بعد گفتم خیلی گوشتینگیری بس. اما در هر زمان ها مهر محبت نسبت به صنعت و در کروژاکو برآمد کردن های و حتی واخوری های و برنامه های کنسرتی داشتیم در کروژاک خود فعالیتی بین خلق هنرنمایی میکردیم. من دیگر آن نیستم که دین بیگاهی بودم. آسمان دل دیدنی مرا روشن کرد و من الان در دهشتم از تمام کردارهای نفرت انگیز و روزگاری.
رندانه که پیش داشتم من همه کردارهایم را پیشی رو آوردم از آن در حیرتم که چطور آسمان آنها را تحمل میکرد و دار کمش 20 مراتب نفرت و غضبش را به سر من فرو گرفته است من بر حالا میبینم چطور آسمان به من مرحمتی کرده جزای سزاواری گناهایت را نداده است من نیاز دارم که در فرصتی به من دست داده تمامی عالمیان را باور کنم که بناخواسته من به کلی تغییر یافت و بیکوشم با رفتاری نمونه بلوچی الهی سزاوار شوم آسمان گناهایم را ببخشد از شما التجا میکنم برای به این مقصد رسیدن به من پیر توصیه کنید که با راه درست هدایت کند و راه بلد شود. در همون دوره های شما اگر کسی بر ادای خدمت نمیکرد آن را مردی اصیل نمیشمردند، درست است؟ واقعا همین خیلی است. ما آرزو میکردیم که حتما هرچی بر وقتر اگر امکانیت بیام بر وقتر به صف شوروی سویتی خدمت کردن و حرکت میکردیم، سعی میکردیم و خوشبختانه منم به قطار سربازان در وای سیبیر دیدم. در سیبیر، یعنی سیبیر خیلی خنک‌ترین جا تا 60 درجه خنک میشود. زمستان یکی هم خیلی درختزارا با زمستان میبینی از جنگل صدا یک ترکیش میبینی که بمب خیلی صدای دهشتناک ندارد. اونجا درختها از خنکی میکفن صدای خیلی دهشتناک پیدا میشد و خنک بود، به نهایت خنک بود. از بس که در کوهستان خیلی مشق میکردیم، برف بود، لیژه برانی میکردیم، مسابقه ها میکردیم، اون خنکی سیبیر چندان تاثیر نمیکرد. اون گوشتگیری های و اون کارهای مهنتی مثلا هیزم چیدن های و خرمن کوفتن های و درب کردن های وای دهقانی برای وای فایدهش کلان شد. ما از خنکی هراسی نداشتیم و در میدان خیلی وسیع هموار مثلا سیبیر پستی بلندی ندارد. لیژه راندن در همواری بسیار دشواره. بعضا نشیبیش دونش در کار، پیش رفتن در کار، اما ما پیش حرکت میکردیم. اوچه صاحب خدایا اوچه جان سلام اوچه جان قد خامت اگر اوچه جان با چشمونم باور نمیکنم بچه صاحب اوچه جان قد خامت ازت برگشتی خدا را شکر خدا را شکر صحت سلامت اوچه خوبان کنی چرا ما اینجا ایستادیم به خانه درویم کمپیر تو یک چایمون چای به خانه درویم صاحب جان آمدید الکای با تئاتر لاهوتی یعنی با دعوت وزارت فرهنگ کار را شروع کردید، کار ایجادی را. قدمی نخستینمان به تئاتر اکادمی درامایی به نام ustod ابوالقاسم لاهوتی برای ما لحظه‌های فراموش نشونده بودند. اون وقتا قبل از مثلا به کار داخل شدن در طول 5 سال تحصیل هر روز نمایش‌های نو به نو، هر روز جستجوهای نو، هر روز تهیه و تفسیرهای گوناگون رژیسورهای تماشا کرده صحبت‌ها می‌کردیم، واخوری‌ها می‌گذراندیم، تحلیل و محاکمه ها می‌کردیم و دلباخته این تئاتر زیبا بودیم. واقعا تئاترهای دیگر هم بودند و برابر به تئاتر وارد شدن الکی ما با حسن خوب رژیسورها هم شناس بودیم. اما مثلا برای من موجب خرسندی بود اگر گویم اینطور باشد. در وقت تحصیل یکی از رژیسوران
نوآوری که با جریان صنعت تجسمگری و صنعت تعبیر و تفسیر ریشوری یک نوآوری آورد و اون پیش قدم اختراعکاری های پیش قدمی که در تئاترهای سابق اتحاد شوروی مثلا روی میدادند با زبان گویم، با تعبیر گویم، با راه و روش تاجیکانه روی صحنه آوردن متفکر بزرگ گویم من استاد ما خوشنظر مایبالیف هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان انا دارنده جایزه به نام استاد عبدالله رودکی اون موردها برای ما خوشبختانه درس هم میگفتند در دانشگاه درس میگفتند و برابر با کار مثلا داخل شدن البته استاد در بر ما بودند مصلحت های زیاد میدادند و ریشورهای دیگر هم مصلحت میدادند که این شاگردا مثلا این خیلی مثلا جریان ها رو بهتر میدونن در این ژانرها در این اصول ها مثلا رهاتر و گواراتر کار میکنن گفته راهنمایی میکردن بار اول در تئاتر لاهوتی مثلا برآمدن در نمایش کودکانه اینجور انا ارچه چراغان میشود کودکانه بود نقش گرگه بازی میکردم و همین طریق دیدند و آهسته آهسته در نمایش های کودکانه افسانه های بچگانه کار میکردیم استاد خوشنظر مایبالیف استاد هاشم گدایف استاد حاجی خور رحمت اللهیف استاد ونیامین یاکوویچ لانگ در فضای تئاتری یک کشایش یک دید نو که هنرمند واقعا از روی مرتبه و مقام شخصی انسان از صحنه با تماشابینان روبرو می شود و مسئله گذاری می کند برای پیشرفت جامعه برای واژگونه ساختن و گلشکفای دیار و خلق و یار و دوست همین جور معناها و ما یعنی با همین ریشارها سر کار داشتیم و درس میگفتیم احیان به دانشکده و کار آموزگاری مشغول بودم. تئاتر به تربیه و تشکل شعورناکی انسان چی تاثیر میرساند پیشتر و امروز چگونه تاثیر میرساند؟ غذای اصلی تئاتر آموختن، درک کردن، تاثیر رساندن، عملی گرداندن غایه های نجیب اندیشه انسانی و تماشابین است و تئاتر فراگیرنده شکلی که من از این موردهای زیادی میشود که میگویم تئاتر مدل کوچک دنیای معاصر است. صحنه‌چه تئاتر هرچند خردکک باشدم لیکن در این صحنه‌چه تمام تمدن‌های دنیا، تمام جنب و جل‌ها، تبدیلات‌ها، تغییرات‌ها، وصل شبیه‌ها، جدا شبیه‌های فلکیات یعنی دنیای از ما بیرون که خیلی بزرگ است گنجانده می شود و از این نیرو، از این اقتدار، از این آفرینندگی، از این راهنمایی، از این بردباری ها آگاه ساختنی مثلا آگاه ساختن شعور مردم با این نیروها با هم آوردن انسان ها تمدن ها انسان های سیاره زمین هم حتی امکانیت های فراوان دارد داشت و خواهد داشت. پیش هم همین جور بود انسان ها امکانیت مثلا بیرون رفتن از حدود اتحاد شوروی نبود. آنهایی که در تئاتر از روزنه تئاتر از آینه خردکی تئاتر از صحنه خردکی تئاتر تمدن های زیاد دنیوی رو استقبال می‌گرفتند
با زبانهای گوناگون، با موسیقی های، با ایده های گوناگون شناس می شدند. و امروز که بازم وسیع‌تر شد دنیا، چه خیلی که ما میگیم که دنیا شوی با شتاب رفته ایستاده است، بدون از خود کردن و درک کردن تمدن‌های دیگر ملت‌ها، دیگر مثلا ساختار و ساختمان‌های فرماسی‌ها و دین و دیانت، یعنی کار تئاتر پیش بردن دشوارتر است. برای ما خوشایند و خوشبختی در آن است که فرهنگ بزرگ ما، فرهنگ بزرگ نیاگان تاجیک از اندازه زیاد افزون بشر پرور است، انسان ساز است. تقدیر انسان حل میکردگی مدار دارد. تفکر زیبای مثلا تاجیک از زمانهای اوستا تا به امروز، تمدنی که برابر آفتاب قدر و همت داشت، تمدنی که برابر نیروی بزرگ باد، یعنی باد نیرو داشت. تفکر، ادبیات، سلیقه، هنر، موسیقی، بینش، فهمش، زیبایی، استتیک عالی جناب مردم تاجیکی از هوا، از آسمان، ضرب آسمانی داشت. برابر هوا تقدیر ساز بود، برابر آب مدارش فراگیرنده و زندگی بخشا بود هست. و این مدار توسط سخن، توسط نزاکت، توسط تابش های بین مهین تئاتری به دنیا رساندن، به انسان واکردن، کشایش کشادن، البته منفعت خیلی کلان دارد. و امروز تئاتر، رسالت هنرور، رسالت شعر تئاتر، سخن تئاتر، شاعر تئاتر، درام نویس تئاتر، موسیقی نواز تئاتر، لباس تئاتر، همه نزاکت هایی که در زندگی هستند از آن تئاترند و برای تئاترند. و ما البته تئاتر گفته یا وقتی که هنر ستودنی میشویم و هنر تجسمگری ستودنی میشویم، یعنی ما ملت ستوده ایستادیم. ما کارنمایی ها و پیشروی و بردباری های اندیشه ملت کامل و بشرپرور تاجیک ستایش میکنیم. امروز ما باید به همین کار مشغول باشیم و الان احیان همین کار کرده ایستادیم. پیشم، دیروزم، امروزم خاصتا برای همین با جالبتر است که واقعا هم از روزنه تمدن خیلی زیبای ملی تاجیکی خودمون با مردم دنیا هم صحبت شویم باید. من نمیگویم که حتما اثرهای بزرگوارانه فردوسی باشد یا بزرگوار رودکی باشد یا مولانا رومی باشد، بگذار باشد شکسپیر باشد، بگذار باشد مثلا شیلر باشد، بگذار دیگه تمدن‌های دیگر باشند، اما دید، نظر، مسئله گذاری تاجیکانه زیبا و سالار باشد. و همینجور هم درباره بزرگی تئاتر اندیشه‌مان همینجور است و هم گویم که رسالت تئاتر پیشم امروز هم فردا نیست چنین است. و خاصتا برای ملت تاجیک، خیلی که انتون پاولویچ چیخوف میگوید، یعنی بزرگترین تحفه‌ای که به بشریت اهدا شده است، بخشیده شده است، ایجاد شده است، این تئاتر است. وطن ها کفش نادان در کامره گونگی من نقمش سرایی میکنه. خداوند من بسیار گفتم شاه مستبید باید بسیار عمل کند و کم سخن بگوید. ولی چیزی مرا تشویش میدهد. وی گفت که زنش، مادرش در چمنزاری گلهای نیلگونی کوکنارزار سیر کردن را دوست می‌داشت. چیزی او را به آنجا می آورد. چی؟ مبادا باید دختر من باشد. میگویند با یک مرد چه هنر کم است و دیگری میگوید که نه، یک مرد باید دنبال یک هنر باشد تا آنکه با یک هنر با یک راه که رفت موفق می شود و ثمره اش را ببیند. شما چه اندیشه دارید؟ بروسلی که دنیا را تسخیر کرد با هنر خود. در صنعتش هنر تئاتری بود،
در صنعتش سینما بود، در صنعتش استتیک زیبای بشری بود و غیر از این سپورت هم بود. بله. خلاصه گپشانی خیل من از اون مشزن هراس ندارم که 1800 نمود ضربه را میداند. 1800 نمود ضربه را میداند. من از آن هنرمندی هراس دارم که هر یک ضربه را 1800 بار از خود کرده باشد. این اکنون با طریق متماتیک هم تو ضرب زده برای مگر این می شود، این فراگیر کیهان می شود. کیهان می شود و سرعت اندیشه را چنان می تیزاند، سرعت ضربه را چنان می تیزاند که در یک سکوند، در یک واحد سکوند و نمیدونم حرکت های بچه نظر نارس میکند، حریف می غلطاند و همینجور جسارت انا این خیل و راه های یعنی با سوالتون همین خیل اندیشه گفتم که شاید این خیل یک چیزه هزار خیل، یک چیزه یک روش مثلا تجسمگری یک خیل نه هزار خیل از خود کردن الکی هزار هنر یک خیل هنری کلولگری، هنری آهنگری، هنری مشاق، هنری سرایندگی، هنری علمی، هنری استتیک دیوارگری و غیره و کذا، معماری و غیره و کذا، همه همین هنرها در تبدیلات و تغییرات هنرمند هستند. اینها را از خود کردن یعنی معناش همینه. یک هنر یک تابش اگر هزار خیل دیدنی باشد جالب است. درست است. آباد باشید. من روم لازم نیه دکتر آخر وای در آنجاست او وای شوهرش. برزمی آن که شما آموزگار هستید، شما یعنی هنرمند هستید، شما کارگردان تهیه‌گر هستید و باز در ساحه موسیقی یعنی چندین اسباب‌ها رو نواخته میتوانید و شاید میگویید که موسیقی چی تاثیر داشت هم به شما هم چی تاثیر دارد به طبیعت، به آدمیت که شما به همون روزی رسیدید که یعنی همون اسباب رو یعنی موسیقی رو خود آموزی کردید. به بزرگترین انسان هایی که وصف تمدن بزرگ بشری هستند، بزرگترین دانشمندانی که در شرق از لحاظ اندیشه جهانگیر شدند در نظر دارم از متفکران برجسته فارس تاجیک خودمان، بزرگترین فیلسوفانی که موقع اصلی رسالت اصلی انسان راه و روشش اندیشه هاش نیت و غایه هاش درک کرده به انسان به زبان انسانی خودش راهکشایی کرده میتواند همه همینها درخت های بزرگترین خاک دیار 4 عنصر دیار همه همینا مطیع و تابع موسیقی هستند. موسیقی حال اینها بود. موسیقی حال اندیشه سقراط بود که پیش از اندیشه که خودم تا ندانم دنیا را شناختن امر محال است. این پیدا شد توسط موسیقی در نهاد فرض کردیم دانشمند و قرار و آرامش را بود. خوابش میپرد، اندیشهش یک مرام یک سمت می شود، انسان ها را دوست می دارد، آفریده های آفریدگار را دوست می دارد، قدر و قیمت می کند و از این لحاظ با انسان یک حرف یک دو سه جمله میگوید که انسان مات و محبود می شود که آفرین سقراط. و سقراط با وجود این میگوید که من نمیدونم دیگران همین را نمیدونند که نمیدونند. و دیگر خیلی دانشمند و همه همینا موجب وشان راهنمایشان راهکشاشان موسیقی زاینده سخن است، موسیقی زاینده مهر و محبت است، موسیقی زاینده مثلا اداره کنندگی دولت بزرگ است، موسیقی تفکر بزرگ شاعرانه است. خلاصه این باره گپ دیگر زیاد می شود و این همیشه در این لجام در دست موسیقی است که مکمل کننده، وصل کننده، پایدار کننده رای نجیب انسان است و این رای نجیب، رای مقصد هدف، این هدف اساسی این در ملت تاجیک بود، هست
و میماند. ما را میسازد و ما باید موظف باشیم که گاه مثلا غنب رفتن، خفته شدن، برای شما چقدرتر در آمدن و بیکاره گشتن این ایده ها، این غایه ها، بیداری یک نشتری وارد گردانیم که همیشه بیدار باشد این زیبون. دو مفهوم است، یعنی یکی شهرت و دیگرش محبوبیت. همین طور است؟ بله. ولی به شما کدامش بیشتر پسند است؟ محبوبیت خوب است. محبوبیت گویم معنا یعنی محبوبیت دلبستن است. بله. محبوبیت شیدایی است. محبوبیت جنون است برای این یا اون کسب، برای به هدف رساندن مطلب اصیل انسانی، برای سازندگی. واقعا هم تفکر، استیتیکا، اندیشه زیبا، سخن زیبا، شعر زیبا، رفرات زیبای حکمت فلسفی و چیزی نباشد، همه همین برای پایداری همین زیباگی ها هستند. محبوبیت که زاده شد، محبوبیت این نیاز است و این مثلا من این پیکر را ببینیم، ببینید محبوبیت این چیز این چقدر پیچانده شده است. این درخت معجزوی چقدر پیچانده است. هر وای تکان خودش عصای خودش برآمده تا آفریدگار میرده تعظیم میکنه. تا میخیلی اول بغل دیده است. این از نیازمندی پیدا میشود. نیازمندی در نوروسته که استگی اسفالت گوییم یا استگی مثلا سنگ می روید و اون نیازمندی این نیازمندی پیدا که شد وای علاکه خودش شهرتمند، شهرتش دیگر آدم ها می بینند افتخار میکنند. این برای وای شهرت است. ولی اگر در نهاد هنرمند، در نهاد ما یگان چیز نباشد و از قفای شهرت گردیم، در گپ ما همین خیلی است. خود ما در صنعت دوست دارم یا که صنعت در خود ما دوست دارم دورانم، یعنی اگر در نهاد نباشد این شهرت و این دیگر بیهوده. با این شهرتمندی ها صنعتکار مردم فریب میتید. با این شهرتمندی ها شعریت، حکمت، علم، عالمی فریبگرا میشوند و این فریبگرایی دنیا را قماب کرده است. هزار یک خیل ادبیاتی هست که کارگر نمیشد به دل مطلوب، به دل آدم آگاه و بیدار. یعنی از لحاظ شهرتمندی هم اینا انتلکت، غرور انتلکت میگویند. غرور انتلکت یک چیز بیهوده است. این ناخوب است. این خودنمایی است. این فقط شان و شهرت شخصی خودش وقتی که انسان میبیند ایجادیاتش به منفعت است. به منفعت است. خود در بارش مقاله ها تیار کرده میتواند، دیسرتاسیون ها تیار کرده میتواند، اما نتیجه کار بیعمل است. ادواری مقام زندگی نامه من آثاری مقام زندگی نامه من امید در این مقام راه بایدم رفتاری مقام زندگی
رقابت چی نقش دارد در حیات انسان؟ رقابت بهترین چیز است. رقابت به خوبی در گرد بهتر درک کردن اشیا، در گرد درک کردن در مغز اشیا نهفته بودن روح، در مغز اشیا احساس کردن موسیقی، در مغز درخت، در مغز خاک، در مغز درخت، در مغز سنگ، در خاطره همه چیز ایرا کسی درک میکند، کسی دیگر درک نمیکند. وقتی که این اثر میآفریند اثرش زنده است، نفس میکشد. وقتی که وای میآفریند اثرش جان ندارد و بینشان بر رقابت پیدا میشود. رقابت پیدا میشد. شاید وای رقابت دیگر است، اما این رقابت این یک مسئله. اما در مسئله دیگر قوه های به هم ضد ها هستند، مخالفت ها هستند. به هم ضد های مخالفت ها نباشه دیگر زندگی پیش رفته نمیشود. این در نهاد کار ایجادی هم است. در اثر ثانوی هم هزاره خطابش های و رقابت های و تبدیلات های و تبادلات های و انقلاب های خیلی زیاد جا دارند در زندگی هم. و انسانی که از همه این چیز اسرار همه این رقابت ها آگاه است و البته در یک میش زدن کمان گرفته به میدان وی جنگی نمی براید. یعنی درک کرده شورناکی بلند پیدا می شد و هنر زیبا و تقدیر رسالت کسب و هنر هم در همین است که همین چیز آدم درک کند اگر و آدم ساز می شود. رسالت اصلی کسب تئاتری و کینو که به همین کار عمر بخشیدیم آدم سازی است. درست است. آدم سازی که قبل از همه خودت بسازی. اکنون میانت را سخت‌تر بند صاحب. دیروز با کاتب رایکم درباره تو گپزنان کردم. وای هم راضی است که تو رئیسی کلخاز همسایه شوی؟ نه چی نه؟ این مال زوده این کار نمیبرایم. رئیسی کاری آسان نیده آخر. همین گپ ها را ما تا کی بکار میگردی؟ من از کار نمیترسم جوره جان. لیکن پیش از اگان کار را به عهده گرفتن آدم باید کم ترکک اندیشه کند. غیر از این خانه چال و کمپیر تا زمستان برداشتن در کار. کینو بزرگترین صنعت است و من در کینو واقعا کارهای زیادی انجام دادم. بله نقش‌های خیلی هم زیادی آفریدید ولی میگویند که برای هنرمند نقش پسندیده یا ناپسندیده نمیشود. هنرمند همه نقش‌هایش را همچون فرزند دوست می‌دارد. لیک باز هستن نقش‌هایی که با موفقیت میبرند هنرمند را یا شناخته میکنند. چی نقش سینمایی بود که یعنی به شما موفقیت بخشید؟ فکر جالب در بالاها قید کردیم که واقعا هم اگر یک چیز به بازیستم خودم دو گپه و سه گپه شدن ممکن. چون که حاضر گفته شدیم که هنرمند کار را شوین که در یک روز نگویم مدتی 2 ماه 3 ماه 1 سال 2 سال 3 سال واژگونه می شود، دیگر شود، نو شود. هر آن چیزی که به دست آورد، هر آن چیزی را که غون کرد، هر آن چیزی را که جمع کرد بعد از 1 سال وای میشد جویم که رسالتش ممکن از دست یاد. بنابراین دائم نو شدن. از این لحاظ من میگم که وای در کینو همه نقشا منم طرفدار همونم که گویم همه نقشا برای هنرمند عزیز است. چون که در جای دیگر در اونجا کمبودیم زیاد است. من دیده شدم کمبودیم زیاد است ولی بد نمیبینم چون که من به درس داد خودم به درس دادم گویا و دیده در سینمای دیگر در نقش دیگر کمال مییابد هستم کمال مییابد و این است لذت کسبیت این مسئله ها با. یعنی امروز ها در همون فیلم هایی که شما نقش میآفرید اگر تماشا کنید طریق آینه نیلگون میگویید به اندیشه که باید این لحظه این گناه نمی‌بازیدم اگر امروز میبود دیگر میشد. واقعا خیلی واقعا خیلی درست است. یعنی انسان هیچ وقت از خود قانع نمیشود. نه میشود. درست است. نمیشود. در ایجادیات همین خیلی است. و شما یک هنرمند موفق بودید و خیلی شناخته و دوست داشتنی. پس چی سبب شد یعنی چی باعث گشت که شما رو آوردید به تهیه‌گری و شدید کارگردان تئاتر؟ البته
البته این وای تهیه‌گری هم شغلی بسیار خوب است. دشوار است. رام نشونده است. بله. من هنر اکتوری به خودمان بخشیدیم گویا که با تهیه‌گر مانندی داریم. هیچ گویا فرقی نیست اکتور یا رژیسور. اما رژیسور از اکتور از زمین تا آسمان فرق دارد. درست. و اکنون البته هنرمند باز وای هم دارد امکانات رژیسور رول خودش بودن. اما رژیسور وای اکنون به مانند سازنده گوییم اگر شهرسازی گوییم یا دنیاسازی گوییم دنیاسازی را گوییم قدم آسان‌تر می شود که در دنیاسازی آخر هزار یک خیل زبان ها هستند هزار خیل تمدن ها هستند هزار خیل خاراکتر ها هستند رویه ها هستند مکتب های گوناگون هستند همه همینه رژیسور سازنده میبیند رژیسور دیدش باید وسیع‌تر باشد و هدف همین است که همه همین بزرگی و شهامت در چهره با دستان نیرو هنرمندان نیرومندشان افشا کرده تواند به یک سمت روانه کرده میتواند رژیسور چیز جالب است خوش آمد شهنشاه بهرام را یک تازه کرد اندر این کام را شما را همه یک سره کرد مه بدان تا کند شهر از این خوب ده بدینده زن و کودکان محترم کسی را نباید که فرمان برم بدینده چی مزدور چی کت خدای به یک راه باید که دارم جای شما آموزگار نیز هستید یعنی از این سه کسب شما کدام آسان‌تر است زیرا آموزگاری نیز خیلی کسب دشوار است آموزگاری روایت زیبای خلقی چی بود؟ حق استاد بیش از پدر آفرین حق استاد بیش از پدر یعنی پدر مادر پدر آفریدن انا صفت ها توانایی قوت مهر محبت های فرزند آیان از نهاد سرگرده تا کمالات میدونند اما استاد باید هم انسان از پدر زیادتر داند هم پدرش داند هم مادرش داند هم خویش و تبارش داند هم محیط فراگیرندگی امکانات و اقتدار فراگیرندگی شاگرد هم فضیلت و خصلت و آداب و اسلوب و اصولش دانستنش در کار و هزای خیر گرهی که از دست پدر و مادر کشاده نشد استاد کشادنش در کار استاد رهایشگر است استاد بردارنده است استاد هم سازنده است استاد هم آفریننده است و این رسالت دشوارترین استادی است در حالتی که شاگرد خوب دیگر میشد حالتهایی که شاگردم به کسب مهر ندارد شاگردم به جستن به درک کردن به اندریافتن مدار توانایی فردوسی قوه نمییابد شاگردی که وای به تابش های مثلا نیرو و گرزگران رستم و سهراب وای ذخیره ندارد و یک دنیا بایگری های انسانی که احیان در طرف در سمت کمالات هنر اکتوری ضرور هستند نداشته باشند دیگر علاج بیدار کردن و استوار کردن شاگرد دشوار میشد اما اگر خواهید این جمعیت های شبانه روزی در کار که از انسان و بعد 10 بار نه 15,000 بار شکسته از نو ساختن دشوارتر می شود شکستن باز برای شاگردی که هنوز میدان بمیبرد الکی دردآور است این درد برداشته نمیتواند کسبیت شاگردی که از ادبیات ادب بگیرد
از فلسفه حکمت گیرد، از نقشه کشی نقشه را گیرد، از تاریخ مدار را گیرد. شاگردی که از دیگر فنها، از دیگر علمها جوهرهای به کسب خاص گرفته تواند این به وای رساندن دشوار. یک استاد در این مابین به ازوده کار برآوردنش دشوار. این چی؟ جان این مقدار کاسنه که همه اون راحتی هوا میشون 350,000 دلار. گیرمک اینقدر مبلغ رو به فایده نمیدن. زیر سیره هم است. جیان این حقی حوالی دستی وظیفه دولت. استاد با شما صحبت کردن آنچنان خوش است که وقتی شما رو گوش میکنیم یعنی علاقه میگویید که شما مکتب سقراط رو ختم کرده باشید ولی خیلی در انمی لحظه های کوتاه چند صحبت کردیم. خیلی صحبت خوب بود، خیلی غذای معنوی بود برای نه تنها من، برای مخلصان شما، برای تماشابینان تلویزیون سینما. از سخنهای شما یعنی من درک کردم که شما شاید که تماما کاری بد نکرده باشید در زندگی یا کاری نکرده باشید که شما پشیمان شده باشید، ولی از خود شما میخواهم فهمم که کاری کردید که در زندگی که پشیمان شدید و چی کاری کردید که امروز از آن میفخرید. شاید کسب دیگر انتخاب کردن هم ممکن بود، اما این مهر و محبت چنانی که در آغاز گفتم از دوستداری پیدا شد و شاید از عالم موسیقی گفته است. موسیقی خیلی در تگ موسیقی هم تئاتر است و هم نقش آفرینی است و هم دوست داشتن مردم و یار و دیار و وطن و این چیزا. شاید این کسب انتخاب کردم و البته من از این رضا هستم که همین کسب وارد شدم و در این سمت البته مهر بستم. انا نسبت کسب هنربری، تجسمگری و حاضر تمامی مثلا عمر خیلی رفت و در این مدت من پشیمانی ها رو کمتر میبینم و پشیمانی ها هم به همین اندازه است که گفتم که در هر لحظه دیگر شدن در کار، با شکستن از نو شدن در کار. واقعا این کسبی که با تمام مهر و محبتم انتخاب کردم صنعت تئاتری را، از این پشیمان نیستم و افتخارم از آن دارم که در این کسب عمرم سویان کردم. تو فکر کن دخترم، من بنفشه را با همین دستانم بعد وفات پدرش به وایه رساندم. من او را با همین دستانم کلان کردم. بنفشه برای من از تمام ثروت دنیا عزیزتر است، ولی تو باشی میخواهی او را بدبخت کنی. فکر کن دخترم، تو چیکار میکنی؟ میفهمی؟ در خانه ولنگاری کس وقتی خود را نمییابی، تو دختری زیبایی با فهمی، با عقلی، اندیشه کن دخترم. در این لحظه کوتاه ما تمام حیات شما یعنی تمام سخنهای شما رو گرفتن نمیتوانیم، ولی شما 4 کتاب دارید، درست است؟ یعنی که این 4 کتاب انجامی کاری شما است یا اینکه حالا هم اگر باز امکان دستیت کتاب های زیاد میبرارید به نشر؟ اقدامی که من پیش گرفتم برای سمت کمالات هنری شاگردان معین کردن، اینا برای جهد و تلاش صحبت هایی کردیم برای تجسمگری که هر لحظه دیگر می شود. صنعت تجسمگری یعنی اکتوری تجسم می‌یابد که پریوپلاشی نمیگوییم. همین هم تو گفته شدم در اینجا تعبیر و تفسیرهای رژیسوری و اکتوری و مناسبت ایجادکار با اهل هنر و مناسبت ایجاد به خودی هنر و این نازکی های گفتیم از یک چشم نو قطعی دیدن در کار،
از پهلوی دیگر دیدن در کار و چیکار باید کرد که صنعت زیبای ما، صنعت باز معرفت زیبای تاجیکانه ما جهانی شود. جهانی می شود، زمانوی می شود. چیزی که نشود مقام ارزشمند شخصیت از بین نرود. در این زمان در صحنه خود هنرمند هم باید شخصیت باشد، عقیده خودش داشته باشد، عقیده زیبایی که هم تاریخ دارد، هم تعبیرها دارد، هم راه و روش های و زندگی جاری شدن ها دارد. این چیزها دانستن در کار، یعنی شخصیت اکتور هنرمند باید در صحنه مقام خودش داشته باشد که در نزد مردم عزیز گردد و با این شخصیت خودش، با این مرتبه خودش هنرمند با خلق یک چیز پوشیده، یک چیز ناعیان، یک چیز فراموش شده از خاطر رفته یا از خاطره ها زدوده شده رفتگی احیا گردانده تواند. یعنی شخصیت باشد، خاکسار باشد، بینا باشد، رها باشد، جویا باشد، پویا باشد، نیرومند باشد. بله. و همین خصلت هایی که شما گفتید همش در نهاد شما هست. نه دیگر اینا با شاگردان ادا کردنی بودیم. خیلی خوب. شکر. السلام علیکم. سلام. رئیس از کرسی های چرمی به چوبی گذشتیدم. شاید رفته یک پیاله چای نوشیم. من تکلیف میکنم. تشکر. با نبیرم کمی سیر و گشت. مایلش خداحافظ. صحبت ها باقی. در عین کمالات هستید و از شما بسیار چیزها رو انتظار هستیم و می گفتید که اگر امکانات دوباره دست میداد به شما باز چی کارها رو انجام میدادید؟ هدف واقعا ما وای داریم. متفکران بزرگمان چنانی که گفتیم که بزرگوار فردوسی دید خاصی خودش دارد و خیلی تاجیکانه استتیک میگوییم. نه بزرگوار ابوالقاسم فردوسی، بزرگوار ابو عبدالله رودکی دنیا مضمون های تابش ها دارند. دنیا مثلا رهایش ها دارند، جستجوها دارند، ارزش بردباری ها دارند. اندیشه‌اش به حدود به انتهاست و اینم تاجیکانه است. اینم استتیک فردوسی، استتیک رودکی، استتیک عبدالرحمن جامی، استتیک مولانا رومی، استتیک متفکران بزرگ شرق، مکتب آفرینندگی، مکتب تئاتری کردن در صحنه صدات یادگر تاجیکانه زیب دنیاست، دنیاگیر است و در این مورد مثلا این مقام باز یکان چیزی باشد نوشتن با اگر امکانیت باشد یک اندازه این خیلی نیت و آرزوها است. بسیار است. زندگی شیرین بشود بر امیاران، بختاور و رنگین بشود مثل باران، بختاور و رنگین بشود مثل باران، هر لحظه پاکش بشود قطره باران، شادی بفزاید بدلی پاک هزاران، آبان جهانی
جاوید بمانه تا عالم و تا آدم و تا قول و مکان است خورشید به سما بر سر ما شعله فشان است خورشید به سما بر سر ما شعله فشان است در روی زمین زندگی چون جوی روان است ترمیم جهان مقصد بنیادگران است بنیاد نماییم آباد نماییم بنیاد نماییم آباد نماییم با بینایی داریم اجاد ҳунарпешаи халқии тоҷикистон шерали абдулқайсов ҳамчун педагог, режиссёр ва ҳунарманд дар тарғиби ғояи устувори эҷоди театрӣ дар чорабиниҳои муҳими донишкада ва ҷумҳурӣ фаъол буда, дар масъалаҳои илмӣ ва баҳсталаби касбӣ, таълиму тарбия, мақола ва китобҳои фаровонеро ба таб расонда, дар раванди эҷодии ҷумҳурӣ саҳми арзишманд гирифтааст. ӯ ҳоло ҳам аз худ қонеъ нашудаву аз умри хеш амали нақшаҳои ояндаашро барои рушди фарҳанг ва санъати миллати хеш талаб дорад ва мо ҳам аз ӯ умедҳои калон дорем. ҳамеша саломат бошед, сарбаланд бошед ва чӣ орзунияте ки доред ба шумо муваффақият хонем ва чӣ тавре ки гуфтем аз шумо мо ва мухлисони шумо бисёр чизҳоро интизор ҳастем. ба шумо муваффақият мехоҳем. ташаккур аз шумо тамошобинони бузургу азиз қадрдон. ҳастии мо, ҷонканиҳои мо, тавлидҳои дубораи мо, аз нав эҳё шуданҳоямон, сӯхтанҳою худафрӯзиҳоямон ҳамааш барои шумост ва бешумо бидуни шумо ин ба ягон кас ҳам дар кор нест. мо дар чашми шумо соҳиби зиндагии санавӣ мешавем ва андешаам ҳамин ҷур аст ки воқеан нав шудан бузургвор. масалан румӣ ин хиргап дорад: даври кӯҳнафурӯшон даргузашт, даври кӯҳнафурӯшон даргузашт, навфурӯшонему ин бозори мост. ва худи бузургвор румӣ ин ҷур андеша дорад: нав гуфта тафаккури зебои бузурги миллата зери по кардану зери хок кардан ин ҷур маъное надорад. дар андешаи бузурги кӯҳнаам андешаи нав ҳаст ва ҳамаи навҳо бояд аз андеша, аз маром, аз заминаи андешаи кӯҳан иқдом гиранд. ва аз ин лиҳоз ин андешаи зебои тафаккур ки дар ниҳоди мо шумо ҳаст, ин ҳамеша моро навгона созад. навгунаю навгона ҳамеша нав бошедон. барои ҳамин дар ҷараёни навсозию навбинию навгӯӣ бо театр ҳамрозу ҳамовоз бошедон. хонаатон обод бошад, умратон дароз.